بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي صفة منافقين در قرآن الكريم. 12مین صفت وعده خداوند و رسول را انکار میکنند. منافقان چنان خصلت دارند که هر یک وعده، هر یک امر الله و رسول را انکار میکنند. این صفتشان را خداوند در قرآن ذکر کرده میگوید: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. سوره احزاب. هنگامی که منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری نفاق دارند میگویند خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم جز وعده های دروغین به ما نداده اند. این آیت در جنگ احزاب نازل شده است. آنها میگفتند وعده های پیامبر دروغ است. آنها میگفتند پیامبر میگفت نصر است، لیکن آنها نصر پیامبر صلی الله علیه و سلم را انکار میکردند. منافقان باوری به آخرت ندارند، به همین خاطر فقط در طلب دنیا و مقامات دنیوی هستند. اگر ایمان می داشتند این سخنها را نمی کردند، وعده الله و رسول را انکار نمی کردند، بلکه با جان دل قبول می کردند. این بود حلقه 12مین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.